حضرت موسی گفتند الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میتی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وضع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من بر زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان است که میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادن، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتند بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه ده وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح خود حاکم چی میگد؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقت زنا کرد به جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم. برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا به ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. ببین پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا این که سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازت نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیتد فرزندهایی که الک به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنید، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشند؟ همه برای همین است.